امروز با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی و با نام الله بخشنده و مهربان و با حمد و ثنا که مخصوص او سبحانه و تعالی است، درس خود را با همراهی شمایان برادران و خواهران گرامی شروع خواهیم کرد. به درستی که او را سپاس و ستایش میکنیم و از او سبحانه و تعالی کمک و یاری و مدد میخواهیم و از او سبحانه و تعالی آمرزش گناهان و طلب مغفرت را میطلبیم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه میکنیم از بدیهای نفسمون و از کارهای ناشایسته امون و سوی الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کسی را که او گمراه کند، کسی راهنماییش نخواهد کرد. و سپس گواهی میدهم که هیچ معبود بجز الله نیست، تنها اوست بی شریک، و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول اوست و سلام درود الله بر او و خانواده اش و همه یارانش باد. و همچنین میگویم که ای الله، ما هیچ دانشی نداریم جز آنکه تو بر ما آن را آموخته ای. ای الله، آنچه که برای ما سودمند است عطا بفرما و ما را بیامرز و گناهان ما را بیامرز و علم سودمند و نیکوتری برای ما عطا بفرما. امروز برادر و خواهران گرامی قدرم، با فضل و کرم و رحمت الله سبحانه و تعالی سلسله از درس های خود را شروع میکنیم. کتاب اولینی که ما در اینجا میخوام با همراه شما صحبت نمون از کتاب تعظیم العلم است، بزرگداشت علم، که الکی ما از این 6 درس با همراهی شمایان گرفته بودیم. این درس را میتوانید در کتابخانه الکی پیدا نمایید. بسیار درس های مفید و نیکویی بودند. اما امروز درس هفتم، باب هفتم که مؤلف الله او را موفق بگرداند، شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی، در باب هفتم در بیان شتاب در آموزش علم، در بیان شتابیدن در آموزش علم و استفاده از دوران کودکی و جوانی، یعنی استفاده بودن دوران کودکی و جوانی برای آموزش علم منفعت بخش که سبب سعادتمندی و نیکویی خودی بنده در این دنیا و آخرت میگردد. برای همین در اینجا موضوع خیلی مهم است که اگر انسان به این موضوع بپردازد و این موضوع رو بفهمد، آینده شاید نیکومند بگردد، شاید فرزندان نیکویی رو تربیت نماید و بر جامعه بررسی نماید. شیخ میفرماید که چون که عمر انسان مانند یک گل است. در یک مثال خیلی زیبایی میزنه برای ما و شمایان تا که ما از این عمری که داریم این را چگونه نیکو و سودمند استفاده ببریم. و میفرماید که چون که عمر انسان مانند یک گل است. گل چگونه زیبا است، هم خوشبوی است، هم به نگاه کردن بر او انسان خوشحال میگردد. میفرماید که چون که عمر مانند گل است، یا اینکه با پیمودن راه شرف و علویت بالا مقامی به میوه تبدیل می شود همین عمر انسان، یا اینکه زیر گرما و شدت گرمی می میرد و پژمرده می شود. عمر انسان همین گونه است. اگر عمر انسان را انسان با علم و دانش و معرفت سپری نماید، از پژمردگی می ماند، شکوفان می گردد، شکفته می شود، راههای بلندی را انتخاب می کند. اما اگر که در زیر گرما و تشنه گذاشته شود، پژمرده می شود و از بین می رود. پس از بهترین وسیله ها برای استفاده گل و گوناگونی عمر شتاب نمودن با آموزش علم است و ترک نمودن کسالت، تنبلی و عاجزی در آموزش علم و استفاده بردن از دوران کودکی و جوانی، چون این عمل پاسخ دادن به فرمان الله متعال می باشد که الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فاستبقوا الخیرات، پیشه بگیرید کارهای نیک را. برای همین باید ما جوانان روزهای جوانی و نورسی را غنیمت شماریم، چون این روزهای جوانی برای ما و تو ای برادر و خواهر گرامی ماندنی نیستند، از بین رفتنی هستند. الکی ما را ترک کرده ایستادند. امام احمد رحمه الله تعالی می‌فرماید که ما شبهت الشباب الا بشیء کان فی کمی فسقط، من جوانی را مانند به چیز نیافتم که در آستین من بود ولی افتید، یعنی زود از دست می رود جوانی. و تحصیل نمودن علم و دانش در آوان جوانی بسیار زود به دل انسان می رسد و رابطه انسان با علم مستحکمتر می گردد. از همین خاطر حسن بصری رحمه الله تعالی فرمودند که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، آموزش علم در کودکی و جوانی مانند نقش بستن در سنگ است. طوری که انسان در سنگ نقشه کاری میکند پاینده میماند و از بین نمی رود. و علمی که انسان در کودکی می آموزد
نیز مستحکم و استوار میگردد. پس هر کی جوانیش رو غنیمت بداند به آرزوهایش میرسد. این نکته خیلی مهم است. اگر هر کی جوانیش رو غنیمت بشمارد حتما به آرزوهایش میرسد. تو که امروز جوانی رو غنیمت نشماریدی، پس آینده کودکان خود رو فکر اندیشه نمو. چون هنگام پیری از روزهایی که گذشته بودن انسان دیگر خوشحال میگردد. برای همین شاعر میفرماید که جوانی را غنیمت شمار ای جوان، جوانی را غنیمت شمار ای جوان، چون پیر شوی که مردم همان روزها را به یاد آورند. و از همه زیان آورندتر برای جوانان تأخیر کردن، به تأخیر انداختن و امید زیاد داشتن است. میبینی که جوانان امروزه را کار امروز را به فردا میگذارند و در بحر آرزوهای خود سوار میشوند و به خوابهای بیداری هم مشغول میگردند و به خود هم میگویند روزهای بعدی برای من فارغ خواهد شد، روزهای بعدی بیکار خواهم شد. این سخنها را از جوانان میشنوی، گمان میبرند که از مشغولیت ها و مانعه ها آرام خواهند بود. اما حالت های واقعی آن است که هر کی پیر شود مشغولیت انسان بیشتر میگردد. هر قدری که انسان جوانی را از دست دادن گیرد همان قدر مشغولیتش بیشتر میگردد. مانعه ها بزرگتر میشوند برای آموزش علم. بدن انسان ضعیفتر شدن میگیرد، قوت ذهنی و ذکاوت انسان کم شدن میگیرد. پس بزرگترین مقصدها به واسطه حسرت، گفته های ای کاش، اگر به دست نمی آید. اگر این طور میکردن این طور میشد، نه، بلکه امروز فرصت داری، این فرصت امروز رو تو به فردا مگذار، این روز رو تو به از دست مده. هر آن چیزی که از دست ما رفت به واسطه حسرت بود یا ای کاش یا اگر، با این چیز هرگز کار انسان بر نمیگردد. امروز رو که برای تو الله فرصت رو عطا کرده است، امروز تو غنیمت بشمار، از پشت کار و فعالیت شو. و همچنین شیخ در اینجا یک سخن مهم رو قید میکند که میفرماید که و نباید چنین پنداشت، چنین گمان کرد که گفته های گذشته معنایش این است که پیرانسال نمیتواند علم بیاموزد. این گونه نیست، بلکه صحابگان الله سبحانه و تعالی، الله از آنها راضی باشد، علم را در حال آموختن که سینه‌شان کلان بود، الکی کلانسال بودند. چگونه که امام بخاری آن را در کتاب العلم در صحیح خود ذکر کرده است و فرمود که آموزش در سن بزرگسالی دشوارتر است، چنانکه الماوردی در کتاب ادب دنیا و دین بیان نموده است. و سببش این است که مشغولیت ها زیاد میگردد، مانعه ها انسان را غلبه میکند و دلبستگی ها و بستگی ها افزون میشود. اما اگر هر کسی تواند این فکر اندیشه و این مانعه ها و این مشغولیت ها را از خود دور بسازد، حتما نائل میگردد با آن علمی که الله برای وی نصیب روزی میگرداند. اینها را از خود دور کند، میتواند علمی سودمندی را به دست بیارد. و این چیز هم در بسیاری از آدمان بزرگسال هم رخ داده است که آنها در سن کلانسالی طلب علم کردند، به طلب علم پرداختند و به درجه عالی هم رسیدند. از جمله آنان قفال الشافعی که شخصیت معروف در تاریخ اسلام در فقه که علم را در کلانسالیش آموخت. پس در اینجا شرح دهنده کتاب الله او را موفق گرداند، شیخ صالح العثیمی مجلس هفتم را از مجلس های بزرگداشت علم ذکر کرد که این بزرگداشت علم چنین است که شتاب کردن در بیان به دست آوردن علم، یعنی باید در آموزش علم انسان سرعت بگیرد و آنچه که به آن عملی می شود که او مؤلف رحمه الله تعالی به آن کلمه که فرمود که اطمینانی در سن کودکی و جوانی، یعنی که پرقوتی، و فرمود که عمر مثل یک گل هست و هر کی اگر گل عمرش را غنیمت شمارد، آن حتما برای انسان میوه شیرین و بوی خوشگلی میدهد و اگر آن را بی‌قدر کند این گل پژمرده می شود. و از جمله چیزهایی که گل عمر را به ثمر می آورد، میوه دهنده می گرداند و او را خوشگل و زیبا و خوشبوی و طعمش را شیرین می گرداند، این شتاب کردن در طلب علم است. باید انسان در طلب علم شتاب نماید، بر دیگران پیشه بگیرد و از خردی آغاز نماید. و سپس شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی این مصرع ها را برای ما و شما بیان کردند و گفتند که و روزهای نورسی را غنیمت بشمار، یا اینکه و روزهای نورسی را غنیمت بدار، آنگاه که نورسی نمیماند، یعنی که هنگامی که از بین برود دیگر خلاص، دیگر پشیمانی ندارد عاقبت سود. و سپس سخن امام احمد رو برای ما و شما یادآور شد و فرمود که ما شبحت الشباب الا بشیء کان فی کمی فسقط، من جوانی را مثل چیز شبیه کردم
که در آستین من بود ولی آن افتاد و نابود شد. یعنی جوانی رو اگر انسان استفاده نبرد زود ناپیدا می شود، زود ناپدید می شود. پس باید این جوانی رو استفاده برد در راه علم آموزش. سپس مؤلف حفظه الله تعالی می‌فرماید در اینجا ذکر کرد که علم در ایام جوانی زودتر به جان انسان راه می‌یابد، بر قلب انسان راه می‌یابد و مستحکمتر می‌شود در قلب انسان و می‌پیوندد به قلب انسان. و هر کی در جوانی با علم آموختن را شروع کرد، آن علم بر وجود انسان ریشه می‌افکند و استوار می‌گردد. مثل این که چگونه که یک نقاش در سنگ می‌نویسد که همیشه باقی می‌ماند. پس هر کی جوانیش را امروز غنیمت بشمارد، به مراد خویش خواهد رسید و وقتی که پیر شود سعی و کوشش جوانیش را ستایش میکند و خوشحال میگردد که این جوانی را در راه نیکو صرف کرد، در راه خوب صرف کرد، انتخاب نیکو کرد، در انتخابش خطایی نکرد. چطوری که در مصرع‌های شعری گفته شده است: الا غنیمت دار جوانی را ای جوان، در پیری مردم سیر و سعی جوانی را ستایش میکنند. پس از چیزهایی که به جوانان در طلب علم زیان میرساند، یکی از چیزهایی که جوانان را در این آموزششان به نهایت زیان میرساند و زیانمند است، این تأخیر انداختن و آرزوهای دور و دراز کردن، آرزوهای دور و دراز در قلب خود پرورش کردن. یعنی امروز رو به فردا میپردازد، به فردا میگذارد، بدتر میکنم تا آن دمی که عمرش سپری شده است، عمرش از بین رفته است و خود رو امید میدهد به روزهای آینده، گویا که امروز دیر شده است، فردا بر وقت باشد، حالا وقتش زیاد است. حالا که مؤلف حفظه الله تعالی میگوید که انسان در بحر آرزوهای خود شناور می شود، شنا می کند، در بحر آرزوهای خود شنا می کنی که در آن از داخل بحر دیگر برآمدن نمی توانی، با فردا کرده. و همچنین با خیالهای بیداری مشغول می شود، با این گونه آرزوهایی که در قلبش پرورش کرده ایستاده است. باید امروز رو استفاده برد، باید این فرصت رو از دست نداد. نه همه خیالات به واقعیت تبدیل می شوند. و سپس مؤلف فرمود که در واقعیت و حالت عادی مردم که امروز مردم قرار دارند، در هر وقت و در هر زمان، می‌فرماید که هر کی پیر شد مشغولیتش زیاد می‌گردد و مانعه‌ها زیاد می‌شوند، جسمش سست می‌شود و قوتش کم می‌گردد. پس هر کی چقدر عمرش پیش می‌رود، مشغول شدنش به علم سخت‌تر می‌گردد اگر این را استفاده برد. برای همین این بسیار نقطه مهمی است. اگر فهمیده نشود، انسان جوانی خود را با پیرانسالی میرساند، همچنین آن آرزوهایی که در قلب داشت همه‌اش میمیرد، از بین میرود. برای همین انسان در هر سینی که باشد این فرصت را اگر که استفاده برد و از دست ندهد، حتما این آرزوها را واقعی کردن ممکن است. زیرا صحابگان رسول الله صلی الله علیه و سلم اکثرا در کلانسالی علم دین را از خود کردن، از یاد کردن. چنانکه امام بخاری در کتاب العلم در صحیحش ذکر کرده است. و آموزش علم در کلانسالی دو حالت دارد. اولا مشغول شدن با آموزش با کم کردن مشغولیت ها، آنچه که مانع انسان میگردد، و مبارزه بردن با آن مانعه هایی که صدیرای انسان می شود در کار و فعالیتش، با اینها تو مبارزه کنی و آن چیزی که تو خواهش داری، نفست میخواد، با آن برسی باید تلاش کنی. و آن مانعه ها را اگر تو نتوانی از خود دور کردن، تو با آن آرزوها و هوس‌هایی که داری پیر میشوی و نمیرسی. و این شخص برای به دست آوردن علم امیدوار است، امید دارد و میتواند به هدف برسد اگر تلاشش را بنماید. این یکم بود. نقطه اول که انسان در کلانسالی دو حالت دارد برای آموزش. و نقطه دوم، آموزش علم با تسلیم شدن به مشغولیت ها و بستگی ها و مانعه ها. و این شخصی دوم با دشواری ها علم رو به دست می آورد، یا که اصلا علم رو به دست آورده نمیتواند و آرزوهایش کم می شود و اندک برای او می رسد. پس هر کی توانست مشغولیت ها را کم کند، مانعه ها و بستگی های دنیا را دور بسازد و راه آموزش علم را برای خود پاک بسازد، البته می تواند علم بیاموزد. و از تاریخ گذشته و تاریخ امروزها شخصیت های خیلی ابرقدرت و بزرگی هستند که علم رو در کلانسالی آموختند. پس انسان در هر مورد، در هر حالت می تواند صاحب علم بگردد اگر این راه ها را خوب درک نماید. و سپس مشغولیت هایی که هستند که سبب مانع انسان میگردد، اینها را از خود دور بسازد. آن بستگی هایی که راه انسان رو میبندد، اینها رو هم
کنده بسازد و در این راه با یک موفقیت قدم بزند، حتما موفق میگردد. اما اگر تنبلی کرد، فکر اندیشه ها او را شکست دادن، نمیتواند به هیچ جایی برسد و موفق نمیگردد. برای موفقیت رو به دست آوردن باید انسان تلاش کند. دست رو بالای دست بگذاری و با آن آرزوهایی که در دل داری به هیچ جای نمیرسی. با آن آرزوات پیر شده از دنیا میگذری میروی، در حالی که کسی از آن آرزوهای تو هم با خبر نمیشود و نمیداند. چی بسا مردم بسیاری هستند که با آرزوهای بزرگی از این دنیا گذشتند، نتوانستند این آرزوها را بررسی کنند، برآورده کنند، چون دست بالای دست گذاشتن نشستند، از پی کار نشدند. برای همین هر وقتی که برای انسان فرصت آمد باید این فرصت را استفاده برد. بارک الله فیکم. این بود موضوع ما و شمایان از شرح کتاب بزرگداشت علم، تعظیم علم از شیخ صالح العثیمی. در همین جا ما از این کتاب درس رو به اتمام رسانیم. امیدوار هستم که شما یگان منفعت در این مورد گرفته باشید. درس دیگر از این کتاب در فصل 8 در بیان لازم دانستن تعنی، یعنی آرامش و صبر، لازم گرفتن یا که لازم دانستن آرامش و صبر در آموزش علم و پرهیز کردن از هر گونه شتابکاری در این آموزش علم صحبت خواهیم نمود. چون علم در یک لحظه، در یک وقت به دست نمی آورد، بلکه با صبر و تحمل بدون شتابکاری به دست آورده می شود که صحبت خواهیم کرد. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.